سلام، با خانم سیم صحبت میکنم. خانم برای ماشین فروشیتان زنگ میزنم. امروز ماشین را دیده میتوانم؟ خوب نباشد بعد از 1 ساعت در نزد بیمارخانه دولتی بکاس حاضر میشوم. تا بازدید. می آمده باشد. آقای تونچر؟ خودی خودش. خانم سویم؟ بله، خیلی خوشحال شدم. ماشین همین است. نو بر این می نماید. بله 19,000 گشته است. اگر اجازه دهید برای امتحان 1 بار رانده بینم. البته. مرحمت. مرحمت. منت دارم. خواهش میکنم. با چی کار مشغول هستید؟ معلمای نفقه خورم. شما چی؟ صاحب کارم. لباسای کودکانه میفروشم. چخیل نقص. لبه دخترم. نه، حاضر ماشین رو سنجیده استودهیم. مایلش دخترم به تو خبر میرسونم. تو بازدید. خدایا، با کجا اومدیم؟ دیر شد. اجازت باشد برگردیم؟ شما هم میشنوید؟ چی رو میشنوم؟ از موتور یک صدای بی ربط میآید. چرا ما رو به این بالای کوه آوردید؟ آقای تونچر، التماس برگردیم، دیر شد. موتور خوب بوده است. کنی بینیم چرخ احتیاطیش چی؟ کافی است اکنون آقا. جای آمده همون رو بینید؟ چرخ احتیاطی رو مانید. ماشین رو میگیرید یا نه؟ اگر نگیرید من میروم. میگیرم خانم سویم، میگیرم. هم ماشین را هم جانت را میگیرم. آرام شو خانم سویم. التماس به من کمک نشوید. ماشین از شما، ماشین رو گیرید. مردم به من یاری دهید. جیم شو لعنتی.
شویم. سراسی اومدم. من شام. خیریت. این مراتب هم رد کنی میبینی. من تا حال رازگیم را ندادم. این داماد چانده هم درمون 2 خال کم شد. رفیق سردار التماس ایراد نگیرید. اوه خوش آمدید. مرحمت بچه ها. آباد خوش باشید. خوش دیدیم به همه سلام. های جانکم خیلی زیبا شده ای. سلام. خوش آمدی. خیلی زیبید است. تو هم سردارم این دفعه سر و لباسم چی خیل؟ لباسایت این دفعه معقول، اما برای گالستوکت 1 خال کم میکنم. بچه ها به رفتار سردار اهمیت ندهید. بعدی بازی های المپیاد همین خیل شده است. خودش را داوری میدان حس می کند. درست می شود انشاءالله. یا خدا پای هنر. جوگر ماشین نداری؟ ممکن یک چند روز پس باز یک تا بیارم. 3 سال باز رو میگفت. همینطور درست نگفتید. با اجازت. چی هم می گفتیم؟ پسرمون لباسش را درست کرده است. اکنون می بینیم که برای خونه‌دار شدنشون مانع نمانده است. دخترم برای من 1 پیاله آب آوردن میتوانی؟ نه چی میگفتیم؟ لا حول ولا قوت. می گفتیم که با خواست خدای و با قول پیغمبر. الپرین کی رفته بین من عینکم را در ماشین فراموش نکردم. چه خیلی عینک داده؟ شما عینک نمیمونید؟ خدایا صبر. آقای نجیب، دخترتان حلیمه را برای پسرمان یگید میخواهیم. آب میداد از جا شد دخترم. شکر. نوشی جون. دخترم برای اکه گیتت هم آب بیار. باید پسان 1 پیاله آب خنک نوشد. اساس نوشیدن گیرد. سردارم آخر ترحم کنید. اینقدر مرا عذاب ندهید. یگید تو من گپ نزن خاموش. ای ماند آخر ماند از برای خدا. با کاری کردت همین بود. بچه رو دیوانه کردی. آفرین به تو نجیب. اکا جان ببخشید سردارم اگر به من دلتون نسوزد آخر به این کودکی معصومی بیگناه به این شیرینک بفهمید به این یتیم. بله به این یتیم بیچاره آخر رحم کنید. حاضر گیری هم میکنم. نیستید 1 فکر کنم. خوب نباشد دادم و رفت. خدا جان شکر نامد. ایستا با تو ندادم. چی؟ چطور؟ یعنی حلیمه رو با تو ندادم. نجیب پس نباشد به کی دادید؟ با این کودک، با این بیگناه، با این شیرین، با این یتیم؟ با این کودک بیچاره دادم. برای عائله تو شدن نیه. با این کودک مادر شود گفته دادم.
پسری امک چی خیل تو زکی؟ وای کی بر اومدی؟ برای چی خبر ندادی؟ اومده تو رو میگرفتیم؟ دیروز بار اومدم. بیا در رو یک چای نوشیم. چی خوردی؟ چی نوشیدی؟ در کجا دین شب موندی؟ در هر جا. کجای پیشم؟ بیا کمی در آزادی شین. نیمی شب ناراحت نکنم گفتم. فکر کردت رو بین. تو مهمتر هستی اکا جان. من تو رو بسیار این تونچر نیست؟ خیلی هم 5 سال گرفته بود، معلوم که بر وقت جوابش دادن. برای چی رو حبس کردن؟ دزدی، زدن، زخمی کردن، هر کار از دست این میود. یک حیوان است. خیریت که خوبش بود. شما چی گفتن میخواستید رفیق سردار؟ به خدا سرم گرنگ شد. خدایا حاضر بیهوش میشوم. آقای گیت کن اینجا بیایید. بیا حلیمه تو هم بیا. خیزید چی میگفته باشد؟ خدا رو شکر. چی کاری که کردم برای شما رو دوست داشتنم کردم. برای قدر یک دیگر رو فهمید گفته کردم. برای من تو حلیمه از نوربانو و توی گیت از الپرین فرق ندارید. شما هم همکاران من و هم فرزندان من می باشید. یگان خطایی کرده باشم ببخشید. پسرم کجای تو بی خطاست. الپرین کن انگشتر اینها رو بیار. انگشت درتی مبارک شد. الها خوشبخت باشید. یک عمر خوشبخت باشید. دستتان رو ببوسم. دخترم تبریک میکنم. تشکر. خوشبخت شوید حلیمه جان. خدا شما را از یکدیگر جدا نکند. تبریک میکنم جانکم. تبریک. نبه در کجا پیدا کردید؟ وقت شنیق است؟ خوب حاضر می آیم. نجیب آخری خیل نمی شود. نه روز شنبه هست و نه یک شنبه. چی شد رفیق سردار؟ غاصبی و باز یک جنایت. یکیت بیا رفتیم. سردارم کودکم بیمار است. داغش را فراموش کردم. حلیمه نباشد تو با من بیا. یکیت پسان همراه می شود. رفتیم. رفیق سردار اگر اجازت باشد لباس هایم را عوض کنم. خوب. یک لحظه. تشکر دادر. از سلما یگان خبر است؟ با برادرش می ایستد. وقتی که تو با حبس ششتی او رو خواستن به شوهر دهند. سلما نخواست. چیکار کند؟ مثل توفیل خور زندگی میکند. زندگیشون چطور؟ چه خیل بشود از گرسنگی جانشون به لب رسیده است. ای مایلش 3 سال در درون چه خیل طاقت کردی اکا. البته روزها آهسته میگذشتن. چه خیل طاقت کردم. هر ثانیه برادرم سنجر را خونالود افتیدنش را در یاد آورده طاقت میکردم. این در زندگی از همه شخصی دوست داشتم را از من جدا کرد. یگیت اکنون نوبتی اوست. همه خیل عذاب میدیم که خودش برای مردن التجا کند، زاری کند. چیزی که لازم باشد میکنیم آمد بچه. قصد خونی برادر سنجر نگرفته نمیموند. سلاح لازم.
در اینجاها یک حامد لز بود، میشناسی؟ البته میشناسم امک بچه. خانه‌اش مثل انبار سلاح است. سلاحی نیست که اون فروخته باشد. تو پول را نشان ده کافی است. آخر با تلفن صحبت میکردیم. در ماشین بود. مشتری ماشین رو امتحان میکرد. گفت بعداً با مادرتون زنگ زدید خانم آیا؟ زنگ زدم لیکن جواب نداد. در فکر موندم. بعد شما زنگ زدید. سردار نامی قربان شده سیویم کازانچی برای ماشینش رو فروختن با یک مرد وافرده است. معلوم است که قاتل خودش رو ماشین خر گفته است. چخیل کشته است؟ با سرش با یک چیزی سخت زده است. جسمی که استفاده کرده است پیدا کردید؟ متاسفانه نه. مادر جان، مادرم رو دیدم. آروم شوید خانم. باری آخر آروم شوید خانم. التماس دیدن میخوام. علیمان با بچه ها گوی که دختر رو بخونه. مادر جان رفتیم شما رو به خونه میبرم. مادر جان. سردار در اینجا یک چیزی عجایبی بیفتیم. بینید خوب میشود. چیزی که خواهی هست اکا باور میکنی 14 میلیمتر 16 میلیمتر 765 چیزی که خواهی تو با اون معقول شو کافی است. انا در اینجاست. چی خیر شما حامد اکا با اشتهای تام؟ این امک بچه هم تونچار در بارش با تلفن گفته بودم. نو از حبس برآمد. چی میخواهی از من؟ چیز با آریت میخواهم. ما هم کلوش نمیفروشیم. با آریت میخواهی و از نرخش خبر داری؟ پول داری پول. میخوای باشه یک دیگر رو میخواهی. خیلی خوب نباشد من رفتم در قهوه خانه. خیر نباشد. نزدیکتر شین. گیر. سردار این چیزهای مقتول است. آنچه که میخونم راست است. بله راست است. زود دیگه درست نزن که به امنیت بیاید. الو یگید زود به شعبه امنیت آمدن لازم. وضعیت خیلی مهم است. چی شد بخیر است؟ حاضر گپ زدن نمیتوانم. بیا همش رو میفهمی. باشد حاضر میآیم. دیوانگی را بس کنید. این چی غلاغله؟ از خود رفتند بچه هایت. جمع شوید لعنتی ها. به خدا گوشتان رو میبرم. خانه دارد. بیا برادر بیا. گذر برادر. وای وای وای. من ماشین را یک سو میگذارم. بخیر است سردارم؟ تعجیلاً جر زدید؟ بارک شود. پیغام دوستت. از پرنده حبسخانه و کمیسر یگید سلام. از کجا یافتید این را؟ از جسد زنی که امروز کشتن پیدا کردند. کاری حبسخانه. فکر میکنند که قاتل مانده است. معلوم شود که دوستت از حبسخانه برآمده است. کی بودن یا رو میدانی یا نه؟ از برای خدا نمیدانم سردارم. کدامش باشد؟ آخر نیم حبسخانه را من پر کردم.
خیلی از این کرد رمبو خیلی تیز است. سری شخصی را با این بوری بعد از 1 ساعت خبردار می شود. با غلافش 500 لیره. بین این 14 میلیمتره از یک سردار سیاهکاران پیشینه است. قیمتی خاص دارد. تو بیگانه نیستی. یگان نفر رو کشتند از این. سلاح تازه است. تازه هم شده میتواند چرکین هم 1500 لیره دیهی می شود. فرق ندارد. تازه بودنش هم مهم نیست. برای لعنتی ها بیرون برای یا خلها برایت. با من یک چیزی وزنی تر لازم. چخیلش؟ یک واخوری خونین دارم با یک پلیس. برای یک آدم کشتن سلاح نمیخواهم. برای خیر کردنشان از تو پولی میاد میخواهم. فهمونده توانستم. خیل دهشتناک است، اما با خود گرداندنش مشکل می شود. از همه بهتر اینش را گرد. با غلافش دقت را جلب نمی کند. چیکار چی فکر می کنند تو را؟ عالی جناب، مثل دختر است ماشاءالله. اگر حجا از اگری باشد او یک عمر از حبس نمی براید. نوری کرمی هوابارانک باشد او آخر سال گذشته از بیماری سرطان وفات کرده بود. باز یگان کس به یادت می آید؟ نه، به یادم نمی آید. پرونده های جنایی رو بینیم چی؟ فکرت خوب است. پرونده جنایت ها رو بیا بینیم. ولی من تو گفتگو کن. از سبزخانه کسانی که گریختند و هفته گذشته نفرانی که آزاد شدند روی خطش رو روان کنند. سردار، این زن دیروز شکایت کرده بود. با جنایت سوم که زن چی علاقه دارد میگوید. با شما صحبت کردن میخواهد. مرحمت خانم. در تلویزیون دیدم همونی که اون زن رو در جنگل کشته پرداخته است. اون مرد رو دیدم سردار. چطور؟ من برای ماشینم رو فروختن اعلان دادم. دیروز زنگ زده بود. وا خوردیم. سری چنبر نشست. نگاه کردم که در جنگل هستیم. چی کار کنم گفتم. اون مرد شبهناک بود؟ نه، خیلی مرد خوش معامله، اما چشمانش مثل مور نگاه میکرد. نباشد چی فهمیدید با جنایت علاقه داشتنش رو؟ مرا هم به همان جای جنایت برده بود. یک زمان ماشین پلیس نمایان شد. نگاه کردم که غیب زده است. خب اگر بینید او را میشناسید؟ البته میشناسم. من پاورمن. اوچه اگر این خیل رود این بچه سرش رو میخورد. پسرم بازیچه رو من خوراکت رو خور. روزی گذشته معلمت زنگ زده بود. در مکتبتان دزدی شده است. الپرین، یا خدایا چی خیل دزدید؟ بازیچه های طلبه ها تلفن هایشان را دزدیدند. از دزدی بدتر چیز نیست. خدا نگهبان. فهمم که پسری من با اشک چشمش نگاه نمیکنم و پلیس میدم. اوش شما نمیکنید میدونم، لیکن وقتی رفیق انتخاب میکنید با دقت باشید. شنیدی الپرین جان؟ فهمیدم اوجا. داد نزنید. چی شد اوچه؟ بوزیگون به اخلی کرده است.
گیر کنی طبقچه ها رو جمع کن شد. کنی بینیم نجیب چی میگفته باشد. این هم به واقعی دیر زمان است. بابای مرد ساعتی چند واخوردید؟ 11. در کجا؟ در مسلک. خیریت که آسان خلاص شده است. استعجال نکن. عکس‌های شوپانوگ را نشون میدیم. ممکن است عکس میشناسد. فهمیدم. سردار آوردم. گذار. شما نشان دهید. شاید که بشناسد. خانم ایتن نگاه کنید. مردی که دیده در اینجا است؟ بهوده به سر خودم بلا میورم. اگر آن مرد را میشناسم گویم مرا یافته میکشد. اگر همان حادثه بر سر من میومد چی؟ میشناسم گویم یا نه؟ لیکن عکسش هم در اینجا نیست. نه آقای سردار در اینجا نیست. ای بلا زند. رفیق سردار اون مرد رو چگونه میابیم؟ یگان دلیل نداریم. خیلی که فهمیدم شخص شوپانوگ اعلان زنها رو میکند. بلکه اگر اعلان ساخته دهیم او رو به خودمون جلب میکنیم. لیکن صدها اعلان است سردارم و از این اعلان ها هزارها جواب می آید. یگید لبه سردارم به سر دیگان فکر دیگر می آید. وای آخر نه. این خیل باشد با اجازت سنجیم. چی گفتی؟ اطاعت سردارم. ولی من تو زود اعلان رو تیار کرده برای چاپ روزنامه پگاه رسان. فهمیدم. شب بخیر. شب بخیر. یا تو با خانم ایتن گپ زن. پگاه به اینجا بیاید. کسی که برای اعلان زنگ میزند صدایش رو گوش میکند. اطاعت سردارم. سردارم شب بخیر. سرم باز این دردی لعنتی. در یک ماه به چه احوال در آورده است پیش من را چشمم هم نمی بیند. خوش آمده دادا. پسر شیرم. خوش آمده دادا. اوه تالار این خیلی خوبتر شده است. دستتان در را نبیند. زنک باز چی شد؟ چرا تیره اهمیت نمیدهی؟ خوش آمدی. بچه ها شما به اتاقهایتون وظیفه خانگی رو تیار کنید. شبی خوش. شبی خوش. یک لحظه باش خانه بیا به تو گپ دارم. معلوم شد که زنکمون باز خبر نو دارد. خوش چی شد زنک؟ امروز سرلوحه خبر چیست؟ دزدی. کی کرده است؟ پسرمون الپرین. زنک تو چی ها میگویی؟ معلمش زنگ زده بود در مکتب دزدی. از صنف الپرین رابط بازیچه یک بچه گم شده است. رابط بازیچه را دزدیدن نمیتون؟ نه والله بعد رابط نشود. بازیچه. مرحبا
ба ман гӯш кун лаънатӣ. ё дидаатро фаромӯш мекунӣ ё туро дар ин утоқ мегузронам. интихоб кун. акаҷон, ман ҳеҷ чизро надидам. ҳамашро инро гир ва ғайб зан, дар назарам нанамо. дар ин сину сол дуздӣ ба сарамон омад. шарманда мешавӣ. ба бачаат аҳамият намедиҳӣ. занак, ту боварӣ дорӣ? ин ғайриимкон аст. писари ман дуздӣ намекунад, карда наметавонад. шинофаҳмие шудааст. ман пагоҳ рафта баробари сифраш гам мезанам. худоё, пагоҳ чӣ мешавад? чӣ шуд бабай? намедонам чаро хоб намекунад. чӣ дард дошта бошад? ин хел нагӯӣ ки ту чӣ шикоят мекунӣ? ман намедонам ҳалима. ин хел намешавад. ба гапам гӯш кун. бояд ин корро расмӣ кунем. никоҳамонро мегӯям. бояд анҷом диҳем. чӣ? охир чиро интизор мешавем? яъне бояд хонадоршавиамонро расмӣ кунем. хонаҳоямонро як мекунем. ту ҳам роҳат мешавӣ, ман ҳам. ту ку албатта роҳат мекунӣ, лекин ман ҳам роҳат карда метавонам, йигит? мешавад. ҳамааш хуб мешавад. лекин баъд сардорамон чӣ мегӯянд? чӣ мегӯяд? ҳеҷ чизе намегӯяд. худоё мадад кун. хеле пушаймонам. чӣ мешуд падарам ба мактаб наравад? ваъда медиҳам дигар дуздӣ намекунам. пагоҳ роботро бард мегардонам. ҳалима, ту ҳуҷҷататро ба ман те? ман рафта рӯзи никоҳи расмиро муайян мекунам. мешавад? зуд бош. мешавад. ҳалима, шиноса омадро барор. ман ба ту як қаҳва кунам. хастакиятро барорад. майлаш. ба худо бо ёри ту ҳамааш хуб мешавад. марҳамат. ҳалима, инқадар зебоӣ. ба хости худо чунин фариштаи зебо насиби ман мешавад. худоё, бо ту хонадор шуда хушбахт мешавам. хонадор мешавӣ оғои йигит. ба никоҳат бо мошини арӯсӣ омада бо тобут меравӣ. интиқоми бародарамро аз ту мегирам. ту пагоҳ барои тайёр кардани либоси арӯсӣ машғул шав. аз пагоҳ? бале. чӣ шуд? онҷо касе ҳаст. чароғро хомӯш кун. کیست در آنجا؟ کسی باشی برا. تو انیق کسی رو دیدی؟ بله، در اینجا یک مرد بود. شاید به نظرت نمود.
باز همون پرنده. پرنده حبسخانه انتقام برادرش رو میگیرد. تو کیستی لعنتی؟ کی هستی؟ تو کی هستی لعنتی؟ تونچر؟ تو کی بر اومدی؟ فرقش چی بر اومدم؟ شرط ناموی آزاد کردند. من رومان خدا چی خیل می شود؟ برادرت سنجر رو گوش کردی، حیات خودت رو، حیات منو هم سوزاندی. احوالمون از محبسم بدتر. در همین جا زندگی داریم. برای بردن تو آمدم سلما. کیست در آنجا؟ من اکنون با تو نمی روم. اگر باز سرت رو در بلا مانی، من باز بی خونه و در میمونم. ببخش مرا تونچر، همش تمام شد. میرادی گفتم تو از من هستی، زنم هستی، زنم. پیشی خیل نبود. برای 3 تنگه کاری ناحق کردی. برادرت رو گوش کردی، مرا شرمنده کردی. هیچ کس حق ندارد برادرم را وسواسی گوید. تو هم فهمیدی؟ دستم را سرگی، رد از اینجا. سلما، با تو میگویم، با کی گپ میزنی؟ برادرم نامده دفع شو از اینجا. ناز نکن، رفتیم. ای لعنتی، چرا آمدی؟ حاضر من با تو نشان میدیم. دفع شو از اینجا لعنتی. نباشد تو را دو ترسی میکنم. شیطان، گم شو. چند روز باز از تیمور خبر ندارم. دیوانه میشوم. یگون حادثه روی داده باشد. بیهوده خواطر میشوی. کودکی دیروزه نیست که چند سال باز در پلیس. خواطرم چون که به شبکه مواد مخدر در آمده است. اگر فهمند که پلیس است، خدا نگه دارد. خوابی خوش دخترکم. با پیرانو هم خوابی خوش بده. شبی خوش جانکم. الو تیمور، شکر خدا. حاضر با کی روز در بوره تو کب میزدیم. در کجاها میگردی جانم؟ منو خیلی خواطر کردی. اینسان نباشم تو رو مایده میکنم. اکا صبر کن، من او رو میرونم. نزدیک نمیای اکترکستا. پس دست من خلاص نمیشوی. اکا جان، اکا جان، تو چی کار کردی؟ پلیس. اکا جان، اکا جان. این دفعه تبر رو بسن زدی سمت. اکا جان، اکا. با بیمار خانه برید. اگر پلیس یک چیز شنود برگشته می آیم. در پیش چشمانتان برای ذوق خودی کودک را عذاب و شکنجه می دهم. پس آن به خانه اتان بنزین ریخته آتش میزنم. فهمانده توانستم. وسواسی خدا زند تو را. زود باش. آقای نجیب، آفرینتون بچه خوب است. عقلش رو کار میکند. اگر به درس‌ها دقت دهد. معلمه، پسرمان عقلش همگی یک وجب است. به خدا کمی میخیل. تو بازدید. با درس موافقه. ای دادم. چی حال دارد بچه ها؟ چرا آمده؟ ها دادا، سهر در مکتب چکو میکنه؟ در مکتب دزدی شده ایستاده است. با معلمتون گپ زدم. البته او را دستگیر میکنیم. وای دادا، من با درس دیر میکنم. تو بازدید. چرا زود رفتم کریم؟ مراد، تولگر رو ندیدی؟ نه نامده است. امروز کسل بوده است. وقتی کسل شدن است، بازیچه رو داده از این درد خلاص می شدن. تماما سوختن. تو مگر به درس زیر نماندی؟ ای دادا، وای رفیقم بازیچهش رو به من داده بود.
اوро باید برگردونم کسل شده است. سوختم میگفتی چرا؟ کی من؟ نه دادا چه علاقه دارد؟ چه کار کردم که میسوزم؟ نه شنیدم که خیلی میگفتی و هر حال هوشیار باش مایلش. درباره دزدی یگان چیز شنوی به معلمت خبر رسون. فهمیدی؟ فهمیدم دادا. خیلی من رفتم. اینش هم نی خانم ایتین از سحری باز این چندمی نشست. یگان پیشروی است؟ نه رفیق سردار یگان پیشروی نیست. یکی در کجاست؟ با جای های رفت که با ماشین های دزدی سر و کار دارند. جواب ده. الو سلام. روزنامه اعلان ماشین فروشی دیدم. ماشین چقدر گشته است؟ ببخشید ماشین رو کمی پیشتر فروختیم. خدا حافظ. اینش هم نیست. رفیق سردار این خیلی نمی شود. نبایگید. سردارم ماشین معلم سیوم رو یافتم. صدای جنایتکارا چی؟ کفت و کب داریم سردارم. یگان نویگری شود به شما البته خبر میدیم. این ماشین را کی آورد؟ لعنتی! به خدا نمیدونم. سرکمیسر آلات جنایی را پیدا کردیم. نگاه کنید خونالود است. زود به تشخیصگاه جنایی روان کنید. کنه بینیم یکون چیز میبراید. شما هم اینها را ببرید کمی مهمان میکنیم. اکا من بیناموز نیستم. گپ نزن راگرد. امک بچه از سحر باز چای می نوشی؟ گیر من شربت افلیسون. این باز چی هست؟ هوشت به اعلان ماشین ها شده است ها؟ پول را یافتی البته ماشین میخری. امک بچه پول گفتم در یادم اومد. کمی به برادرت دیهی نمی شود؟ نمانده است امک بچه. چی کار کردی اینقدر پولی بسیار رو؟ به سلما دادم. احتیاج داشتند. کمی طاقت کن تا بگاه یگان کار میکنم. از دستی زن ماشین فروشی نو آنه این خوب است. یک زنگ زنیم چی؟ فروختید؟ من زیادتر میدادم. نه تشکر. این فکر کم نبوده است. ممکن یکی دگان چیز یافته باشد. خوب که باشد از این زنگ‌های تلفن هم دست میکشیم. با خدا که خوب میشود. خانم ایتین شما رو خسته کردیم. جواب دهم رفیق سردار. این آخرانش میشود. جواب ده. الو مرحمت. سلام خانم. همون بله منم. برای اعلان ماشین زنگ بزنم. ماشین را دیده میتوانم؟ البته بعد از 1 ساعت در ایستگاه مترو لبن شده میتوانید. بله بعد از 1 ساعت میبینیم. خدا حافظ. انیق همین بود. از آوازش شناختم آن مور چشم رو. این بیناموس رو دستگیر کنید. لیکن التماس مرا با این کار همراه نکنید. خیلی میترسم. خانم ایتین شما راحت باشید. ما شما را اگر نخواهید نشانه میدیم. بچه ها خانم ایتین را تا خانهش گسیل کنید. اطاعت سردار. مرحمت خانم ایتین. تشکر با شما. حلیمه کار به تو ماند.
بینیم تو را. خواطر نشوید رفت سردار. قاتل را دستگیر میکنیم. سنجش. مرد همه چیز آماده است؟ آماده است. برای کار. تشکر. خوش آماده هستی؟ بله سردار. ما تو را نظارت میکنیم. باز بچه ها با جهازتان تپانچه گذاشتن برای احتیاط. فهمیدم. فراموش کردم. دری از طرف راست از درون شده نمی شود. جهاز گوش کنی را سنجد. سنجش یک دو سنجش. سردارم از بغاج ماشین یک فیشنگ پیدا کردیم. برای ایزی دستش را معاین کردن به سنجش فرستادم. نفری که با حال ما میخورد حتما همان آدم شده میتواند، زیرا خانم ایتین آوازش رو شناخت. حلیمه انیق رفتن میخواهی؟ اگر نخواهی یگان نفری دیگر رو روان کنیم. من کودک هستم مگر غم نخور. دلم خواطر است. چی شد؟ قهرمانی ناترسمون رو ترس خاندار شبهش سر شد مگر؟ روز یقن نکاح را معاین کردم. من هم لباس عروسیم رو گرفتم. اولین خطر را پس سر کنیم، پس آن همش خوب می شود. اصلا غم نخور. اگر خدا در تقدیر ما نوشته باشد همش خوب می شود. نکاح هم می شود و خانه هم می شود. حلیمه اگر یگان خطر حس کردی چراغات را روشن کن. فهمو؟ غم نخور. خدا خواهد همش نظم می شود و آدم را انشالله دستگیر می کنیم. گوش کن، خودت را به یگان کاری خطرناک همراه نکن. حلیمه این بچه با تو شوهر نیو سردار محافظت می شود. با فکرم زیق نشو. این عملیات گذرد نه غم نکاح میماند نه توی نه غم اول ماه ازدواج. نمیدانم سردارم چرا دلم اینقدر خواطر است. عجایب. غم خوردن خوب است، از یاد نمیبراید. در فیشنگ ایزی دست مانده است. کمیسر یگید انتظار خبری ماست. گفته ایستادیم کمی وقت میگیرد. خانم لیلا؟ بله. برای ماشین. من علی اوزگون. خیلی ممنونم آقای علی. شما خوب هستید؟ چی کاره هستید؟ من معلم صنف ابتدایی. خیلی خوب. شما؟ من در یک بانک کار میکنم. شعبه قرضه‌ای. ماشین همین است؟ نزدیکتر کن او را. چی شد؟ شناختی او را؟ چهره‌اش بیگانه نیست سردارم. در کجای دیدم؟ ماشین نبست. خیلی تازه بوده است. بله ماشین اویلوی خیلی کم مصرف. من یک کودک میده دارم. حواس ماشین دارد. خدا نگهبانش. خیلی شیرین است.
با خانومم چند سال باز کار کردیم. 3 تنگه جمع کردیم. گفتیم هم پسرمون رو خوشبخت کنیم، هم کارمون رو بینم. یک امتحانش کنم؟ البته مرحمت. رفیق سردار، این مردی شبهناکمون نیست، چون که او خیلی خوش معامله. با دقت باش حلیمه. خیلی تازه در درونش سیگار نکشیدم. بخشش در اونجا چیزهای شخصی هم هست. شما ببخشید برای به اجازه دست زدنم. ها، پیش که شما رو آگاه کنم، متاسفانه در این روز دستش بیرون است، تنها از بیرون کشوده می شود. یک کمبودیش این باشد، هیچ گپ نیست، ساز میکنیم. شروع میکنیم. گفتم که هوشیار باش. ماشین صدمه کرده است؟ نه خدا شکر، صدمه نکردم. ببخشید این قدر سوال بسیار میدهم، سرتان رو گران کردم. استغفرالله، البته سوال دهید. چی شد؟ چرا از راه اساسی بیرون بر اومدید؟ در این جای بی آدم چی کار میکنیم؟ در پایانتر یک استای شناس است، با وی هم ماشین رو نشان میدیم. اگر وی هم خوب است گوید دست میدیم. یگان مشکلی نیست همین طوره؟ نه چقدری که خواهید. سردارم، آنها به کدام طرف رفتند؟ آنها به کجا میروند؟ شاید شخصی میگوید اگر من همین آدم باشه دیگید. اما با دقت باشید، به خدا گیراه ندهید، فهمیدید؟ با دقت باشید، هوشیار باش. چی شد؟ چرا در اینجا ایستادین؟ مثل که از پیش از موتور یک صدای بی‌ربط میبراید. سردارم، این آدم چیکار میکند؟ باز کمی صبر میکنیم. بیایید بینید یک آوازی عجیب. نه همش خوب، فقط در این طرف از درون کشوده نمی شود. گفته بودم که این کاری آسان. حاضر یک لحظه. خم شده گوش کنید. از این طرف صدا میوید. سردارم وای به حلیمه یگان ضرر میرساند. زود عمل باید کرد. ایستا، اینقدر شتاب نکن، با صبر میکنیم. خدایا، من این آدم را از کجا میشناسم؟ آخر پیدا کردیم. جنایت پیشتون چرچیتین؟ برادری سنجر چیتین؟ یگید کمیسر، صاحب زیدت رو یافتیم. تونجر چیتین 3 سال پیش برادرش رو در یک درگیری پرونده بودید. برای همه شما رو بد میبیند. هفته گذشته از حق برونده است. اکنون همش فهمم. چی شد یگید؟ همان نفری که در از حلیمه از نامش تونچر چیتین میباشد. و تو چی که نداشته است؟ برادرش با پلیس تیرپرانی کرده بود. من هم او را پرنده کشتم. آقای علی، من یگان صدایی نمیشنوم. نازکه گوش کنید. وقت خیلی کم است. پیش از آن که به حلیمه ضرر رساند ما باید دخالت کنیم. سردارم، یگان صدایی نیست.
صدای ماشین. تو پلیس هستی لعنتی. حلیمه ایستا پلیس. خود را پرتو. نزدیک نشوید. سرد دختر لعنتی. تونچار تسلیم شو، گریخته نمیتوانی. ایستید گفتم. خفا روید، نباشد مثل گوسپندی قربانی سر میزنم. خفا گردید گفتم. را سرده براگیر، با تو من در کارم. غم مخور، با تو هم نوبت میرسد. دختری نامزدت همین است؟ حاضر کیفیتم بسیار شد. اگر نخواهی که سرگذشت برادرت را تکرار کنی تسلیم شو. اکنون نوبت من آمد. 3 سال باز هر روز خیال امروز را میکردم. برادرت جنایتکار بود. وای حق مردن داشت. با عوض جان برادرم جان این دختر را میگیرم. دندان با دندان، خون به خون. هیچ کار کردن نمیتوانی. هیچ نهایت نباشد گردنش را میبرم. یگید به من کمک کن. نزدیک نشوید گفتم. دختر را با پایان میپرتایم. من او را میپرانم سردارم. این کارو نکن یگید. با این کارات به مقصدت نمیرسی تونچر. چرا نه؟ نگاه کن به جری رسیدین. خب نباشد سلاح را میپرتایم. اگر دختر را سر دهی تو را رها میکنیم. سلاح را به طرف من پرتو. مایلش پرتو گفتم. معلوم است که این دختر را ناز میبینی. تو بر اینها را چی میگویم؟ عاشقی دیوانه. خودت ببین. حلیمه احتیاط کن. حلیمه حلیمه خوب هستی؟ خوبم. شکر. خدا رو شکر. فکر کردم که از جری میرفتی. در وقتش رسیدیم. تو کار کردت را فکر میکنی؟ چه سلاح را باوی میدی؟ اگر میپران چی؟ کسان هستی تو؟ سردارم برادرتان را اصلا خوب خودتان میشناسید. این برادرتان دوست داشتش را چه خیل میپراند؟ هرگز نمیپراند. از او تنها این باقی مانده است. قوه جریان آب خیلی سخت است. ممکن او را آب برده باشد. از این نوچه‌های پرتغیان زنده ماندنش غیر امکان است. خوراک ماهی ها می شود. همین قدر هیجان برای امروز کافی است. بیایید رفتیم. باورمنی دوست داشتم. متاسفانه این روز جدا می شویم. چیکار کنم؟ پدرم نمیخرد. من همین خیلی گفتم. لیکن کاری کردگی هم دزدی است. برای همه چی خیلی که نباشد دزدی خوب نیست. دزدها را خدا هم ناز نمیبیند. پدر مادرم هم. از همه خوبش تو را به صاحب برگرداند. الپرین احوالت چی خیل؟ عقلت را خورده ایم اگر؟ چرا با بازیچه گپ میزنی؟ خوبم. با گپ میزنم فرق میکنم. کلگا گوش کن. روبوتی من افتانده بودی. از کجا یافتی؟ یعنی یافتم.
چقدر گویم که گرفتم. تشکر. زیاد فکر کردم که کسی را دزدیده است. من بهوده چون فکر کردم. دیدم که تو آوردی. خودت فهمیدی. وای یک چند روز بازی کردم. من رو ببخش مایلش. بخشیدم. با تو بر این رفیق بخشیدم. هر وقت بازی کردنگی من رفته به معلمه میگم. بازی چه رفت؟ خیلی خوب شد. با خدا راحت شدم. سودا الپرین رو ندیدی؟ باز گم است این بچه. دویم از قفای میدوامم. حاضر در اینجا بود. با روبرت دستش بازی میکرد. دوگانه برادری عجایب داشته ای. اوف این قدر عذاب داد. از برای این به نیکوی اکای گید و اپای حلیمه دیر میکنم. با صرفش رفت. بیا بینه بیا. در همینجا بوده است. در کجا بودی دردی سرم؟ چی شد اپا؟ با نگاه دیر میکنه. چه خیلی نگاه؟ با نگاه اکای گید و اپای حلیمه. سودا تو هم همراه ما بیا. البته این خیلی باشد رفتیم. انا شد. توف هزار شکر. جانی من به خدا مثل ملکه شده ای. خدا از همه تان راضی باشد. شما نمی بودید نمیدونم چی کار میکردم. این گپ ها رو مو چرخ زد. ببینم من خدایا پای حلیمه چقدر زیبا شده. الهی این روز بسر شما هم بیاید. لبای مرحمت معلمه. یعنی بازیچه گم شده پیدا شد. دوزی نبوده است؟ مایلش معلمه. خیلی خرسند شدم. و شما هم. اوه خدایا این بچه گنرالی من اینقدر زیبا شده است. اوه از حد گذروندید کو؟ مگر این خیلی می شود دخترم. هر دویتون دل و جانی منید. اوجا جان این قدر زیبا شده. مبارک شود. نصیب کنه. دادا من رو ببخش. شرم کردم با تو گویم. برای همین این مکتوب رو نوشتم. انشالله خونده من رو میبخشی. الپرین تو در اینجا چی کار میکنی؟ هیچ دوچه دادم رو میگفتم. پدرت ریش میگیرد. حاضر اگه یگیتت میآید. در اینجا بیهوده نیست. رفتیم بیا. در کجایت؟ برای بردن کیرین حاضر می آیند. از اکه یگید پولی خوب نکنید نمیمانم. فهمیدید؟ فهمم. دادا من بسیاری کیا هستم. از ما دختر گرفتن آسان نیست. نگاه کنید چقدر دانا. آمدند. رفتیم زود. سلام بچه ها. خب ایستو اکایی گید. چی گپ شد بچه ها؟ اکایی گید همین فکر کردین گیری میوید نگر. فهمیدی با فکرم؟ فهمیدم. دردتان را فهمیدم. بر سرمان روزند شدید. مرحمت. ماشاءالله قریب که از بچه ها قرض میگیری با این احوال. همتی معاش خور همین. نباشد کلین رو در خواب میبینی. حلیمه بیو
غلطی کرد. اینقدر عروس زیبا شده ای. کس به کدوم نیت دیگه نگاه کند همون خیلی میبیند. مرحمت. دستت رو ده. بیوید بفرما. الهو خوشبخت شوم میتونی که روز چه گفتی؟ چیزی نگفتی؟ من جان تو رو نگرفته به ازرائیل جان نمیدیم. آمدم که تویت رو به ازام و بدل گردانم. میگید مبارک شما و شما هم مبارک شما. خوش باشید. دلم در هیجان است. من حوضی تو رو میقبم. آه ببخشیدمک. رو از اینجا. تشکر. شاهدان هم جایشان را گرفتند. از طرف داماد نجیب یلمز و از طرف عروس هنر یلمز. بله، باریزه مراجعت کردهتان به حکومت محله برای خانه‌دار شدنتان هیچ کس زید نیست. برای همین میپرسم که محترمه حلیمه روح نور با یگید گندوزال خانه‌دار میشوید؟ پویش رو زیر کن. پویش رو زیر کن. بله. شما محترم یگید گندوزال با حلیمه روح نور آقای گیروز خانه‌دار من با میشوید؟ حجت خونه روم. یکی جواب ده. چرا انتظاری؟ اوه بچه از تو میپرسن جواب ده. بله گوی. یگید یکی در نزد همه عیب می شود. چه گپ شده باشد؟ یگید به تو چی شد؟ تونچر نمرده است. دادا دست سلاح دارم. یگید میموری. بزمین! همه بزمین! بزمین کار کنه! بزمین! جواب برادرم را بدید. حلیمه! خدایا حلیمه رو پروند. حلیمه! حلیمه! کار میشه. آلپرین!